تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 16. محبت خان به آتیزول امر کرد که کارداران دربار و منصبداران بسور آمده را به میدان آورد. خود با دیوانبگی نزد اسیران رفتند. در میدان مردان و زنان گوناگون سال، نورسان و کودکان غمزده و پریشان را جمع آورده بودند. چند زن طفل شیرخوار هم داشتند. کودکان می‌گریستند، مردان و زنان غلاغله می‌کردند. با پیدا شدن شاه، آقسخال اسحاق فریاد کشید: خاموش! اسیران دم به درون زدند. نوکران از هر کنج دویده آمدند و صف آراستند. محبت خان انبوه آدمان را از نظر گذرانده اسحاق را پرسید: چند نفر جمع آوردی؟ 53 نفر شوام. شاه ناراضیانه غرنگاس زد: کم، خیلی کم. اسحاق سر به زیر افکند و چیزی نگفت. شاه عصبیانه با قمچین دستش ضربه به زمین زد و امر کرد: مریدان سید فرخشاه را یک طرف کنید. اسحاق فریاد زد: کسی مرید پیر سید فرخشاه باشد نزد من آید. اسیران ناباورانه به اسحاق و نوکران نگریسته همچنان خاموش می نشستند. اسحاق بانگ زد: همتان از جا برخیزید. مریدان پیر فرخشاه به نزد من، ما همتان را می شناسیم. دیرنگ و دروغ به کار نمی آید. زود باشید. مریدان سید فرخشاه یک یک به پشت آقسخال گذشته ایستادند. اسحاق آنها را حساب کرد. شاه هم 29 نفر بودند. محبت خان با تنفر به جانبشان نظر کرد و امر داد: قاضی نامشان را نویس، من نرخشان را میگویم، تو یادداشت کن. تو خر چه نام داری؟ به مرد پهلوان پیکر رو آورد شاه. مرد به شاه نظر تیز افکند و پاسخ داد: داد محمد پسر جمعه خان از تین. شاه گفت: نرخش 10 روپیه. 10 روپیه؟ با تعجب پرسید دیوان بگی. ها، 10 روپیه. چی مقداری؟ گفتم نویس. زنت کدام است؟ باز به داد محمد رو آورد محبت خان. این است. به زن رنگ پریده از گریه چشمانش سرخیده اشاره کرده سیر. تو موچخر چی نام داری؟ پرسید شاه. داد محمد به آهنگ اعتراض چیزی گفتنی شد که شاه به کتفش تازیانه فرآورد و داد زد: خاموش! هنگس نزن وگرنه دهانت را می‌درانم. داد محمد از درد رو ترش کرد و کتفش را داشته خاموش استاد. نامم مهرانگیز، نام پدرم صفدرشاه. 15 روپیه نویس. نرخش را معین کرد شاه. دیوانبگی پشت سرش را خاریده نوشت: تو برزگو کیستی و از کدام پاده‌ای؟ شاه با دسته قمچین مردی تخمینا 55-60 ساله را نشان داد. آقا نظرم پسر شاه نظر از دیشار. این برزگو را 9 روپیه نرخ ماندم. گفت محبت خان و افزود: ماده گاو داری؟ بله، 3 گاو و 30 سرمال دارم. جواب داد آقا نظر. تو گپم را نفهمیدی کلکدوی نابکار؟ آواز بلند کرد شاه. در همین جا ماده گاوت با توست؟ آقسخال اسحاق شرح داد: زنت با توست یا نه؟ آقا نظر از خشم سرخ شد و کله جنباند و زنش را نشان داد. شاه زنک را پرسید: تو ماده گاو قشقه نام داری یا نه؟ اشاره شاه به نقش سرخی بود که نیم پیشانی زنک را فرا می‌گرفت. فراستما نام دارم، پدرم فخرالدین شاه است. ماده گاو هم فراستما میشده است. زرخنده کرد محبت خان. زن که در حرکت‌هایش غرور و گردنشخی هویدا بود، قدم پیش گذاشته چیزی گفتن خواست که شوهر بر کرته‌اش را کشید. شاه گفت: درست کردی، نباشد این گاو قصیر را در پیشت سر می‌بریدم. آقسخال این ماده گاو را 5 روپیه نرخ گذاشت. به همین منوال شاه هر یک مرید سید فرخشاه را خوک و شغال و روباه و تکه و غناجین و غیر نام برده به هر یکی از 5 تا 15 روپیه نرخ گذاشت، حال آنکه کمترین ارزش یک آدم در فیض‌آباد از 100 روپیه کم نبود. اسحاق: این جمعیت ستوران را در فیض‌آباد به چه نرخی که می‌فروشی کار ندارم.
پیش من اینها اصلا ارزشی ندارند، لیکن چون وقتی قیمتم صرف دیدار منحوسشان گشت به دلیل از خرس کندن موی برایشان مهربانی کردم، اکنون از نظرم ناپدید شوند. با اشاره اسحاق نوکران مریدان فرخشاه را به یک گوشه میدان حی کردند. از چنین سختگیری سنگدلترین مقربان شاه نیز انگشت حیرت گزیدند. محبت خان روی خط را از دست دیوانبگی گرفته با دقت از نظر گذراند و جانب اسحاق تیغ کشیده از زیر پیشانی نگاهی کرد و بانگ زد: باقی مانده را قطار کن. اسحاق 23 اسیر باقی مانده را نزد شاه آورد. محبت خان به همان شیوه هر یک بندی را نامنویس کرده نرخ فروشش را اعلان نمود. نپرسید که پیرشان کیست، تنها از کجا بودنشان را معین کرد. نرخشان را هم وابسته به سن و سال و کارآمدی آنها از 100 روپیه بیشتر گذاشت. چون کار انجام یافت امر داد که اسیران را به محبس برند. اقصخال اسحاق پرسید: شاهم، اسیران گشنه و بیمدارند، با این احوال فردا راه گشته نمیتوانند. من برایشان خوراک فرمودم، اگر اجازه باشد اشکمشان را سیر کنند. شاه با نوگ تازیانه بازی کرده لحظه اندیشیده گفت: زید نیستم، لیکن تو به من بگو که برای چی از بخشار تو و وجود دیوانبگی مخلوقی در اینجا نیست؟ یا شما از پیش خود سگ بچه های دورق و همسایه هایش را عفو کردید؟ این سوال مانند تندری بود در آسمان صاف برای اعیان و اکابر جمع آمده. اسحاق سوال آمیز به دیوانبگی چند لحظه نگاه کرد و چون دید که چیزی گفتنی نیست کیف در هم کشید و به جرأت عرض کرد: شاهم، من 2 روز باز در همین میدان مشغول کار اسیرانم، حتی به خانه هم نرفتم. نوکران هر کسی را آوردند رد نکردم، باقی خبر ندارم. محبت خان رو جانب قاضی گرداند و منتظری پاسخ شد. قاضی کتفان وسیع خود را 2-3 بار جنباند، کاغذ دستش را به کیسه بغل انداخت و شرح داد: شاهم، گپ سر آن است که در بخشار و سرچشمه مردم مقابلت نشان داده گناهکاران را ندادند. ما از شنیدن این خبر محبت خان در شگفت افتاد و گپ دیوانبگی را برید. مقابلت؟ دیوانبگی سر جنباند: یعنی چه خیل؟ کی؟ در این ملک خدازده آیا کسی مانده است که زورش را نشان دهد؟ داد زد محبت خان: دروغ نگوی و همشهری هایت را پنهان نکن. قاضی دست به سینه گذاشت و گفت: شاهم، آنچه میگویم مطلقاً حقیقت است. برای آنکه سور عروسی خلل نیابد در این باره خبر ندادم. تو میفهمی که در این روز باید نزد دشمنانم تنتنه کنم؟ میفهمی؟ بانگ زد شاه. اگر اهل دربار نمی بودند شاید به سر دیوانبگی مشتی می فراورد. دیوانبگی گناهکارانه سرخم کرد. حاضران از هیبت شاه در پوستشان نمی جنبیدند. چی کار کردند؟ کسی را زدند؟ مگر نوکر نداریم؟ آیا شمشیر، کمان، تیر، نیزه ادا شد؟ از شدت غضب رگهایش دمیدند. منهش لرزید، تازیانه از دستش افتاد. شاهم، عرض کنم که در ووژ 2 نوکر را معیوب کردند. در بخشار یکی را کشتند. 3 نوکر به زور جان به سلامت بردند. آرامانه پاسخ داد دیوانبگی. شاه از گریبان قاضی داشت و غرید: کیهایند آن بدبختان؟ گپ زن، کی جرأت کرده است؟ در بخشار پهلوان جهانگیر. جهانگیر؟ شاه از حیرت گریبان قاضی را سر داد: همان شغال پیر؟ بله شاهم. جهانگیر بغض تا گلویش آمده را فرون برده آواز برآورد دیوانبگی: آن مردار مگر جان دارد؟ آیا در بستر مرگ نبود؟ از غایت علم فشاس زد محبت خان. بستری بود ولی حالا سری پاست. شاه قمچین را از زمین برداشت، در پیش صف منصبداران به قرارانه چند بار این سو آن سو قدم زد و بالاخره گفت: در بخشار جهانگیر بود، اما در ووژ جهانگیر که نبود، یا در همونجا هم مبارزه پیدا شده که من او را نمیشناسم. به من گفتند که در ووژ نوکران را نبیره جهانگیر کوفته است. پاسخ داد دیوانبگی: نبیره؟ چرا من از او درک ندارم؟ از غضب صدای شاه به زور برآمد: وی 12 یا 13 ساله است شاهم. عرض کرد دیوانبگی: برای چی گپ قاضی را برید شاه؟ 12 ساله؟ کودک؟ دیوانبگی به علامت تصدیق سر جنباند: این چه لشکرداری است که کودک 2 جنگاور مسلح را معیوب کند؟ این را به کسی گوید که باور کند. داد زد شاه: شاهم،
به ما باور نکنید نوکران را پرسید. محبت خان ناباورانه سر جنباند و پرسید مرده نوکر در کجاست؟ برای آنکه در چشم مهمانان نتابد به اختخانه بردیم. به گپ همراه شد آتیزول. مرده را اینجا بیارید و به دیوانبگی رو آورد. قاضی عقلت نگرفت که به ووژ یک دسته نوکر فرستی تا ماربچه های دورق دوزخی را زده بیارند. گفت شاه هم یک دسته را با آتیزول فرستادم. مردم سرچشمه مسلح شده سد راهشان گشتند. چون جنگ با مردم به امر شاه واجب نبود بازگشتند. شاه چه اندازه جدی بودن وضعیت را اکنون درک نمود. سکوت کرد، خیلی اندیشید و گفت آن زنک ربایگوی ویادی را هم نگرفتند. آن زن را در وشت پیدا کردند. وقتی برای گرفتنش رفتند نبیره جهانگیر نوکران را کوفت و مردم پس از این بپا خیست. محبت خان بانگ زد. دیدید ملک را به چه روز رساندید؟ شما به کجا نگاه میکنید؟ علاوه چشم دشمن را که گرفتن نتوانستید، پگاه در جای خوابتان کله‌تان را میبرند. جهانگیر لعنت کرده یک عمر از دربار نان خورد و دیدید که چی بدنمکی میکند. از رحمدلی من تمام روباها شیر شدند. زور شما به این سگ بیدندان نرسد، زور من میرسد. سپس امر کرد که مریدان سید فرخشاه را به نزد آقسخالان بیارند. اسحاق آنها را پیشانداز کرده آورد. این اثنا آتیزول با 4 نوکر مرده همسلاحانش را در روی نردباند به میدان رساندند و با اشاره شاه در پیش آقسخالان گذاشتند. محبت خان آتیزول را پرسید این شهید چی نام دارد؟ غیاث الدین. از کجا بود؟ از قندوز شاهم. شاه به اسیران رو آورد. مرده این سرباز از 1000 زنده شما بر این ملحدان مرتد بالاست. ضعیفی لشکر از آن است که سپهسالار درستی نداشتیم. بدانید و آگاه باشید که صبح همین روز آتیزول پسر محمد کریم قشبگی را سپهسالار تعیین کردم. اختیار سپاه دیگر در دست توست آتیزول. به یگان جانزاد این ملک رحم نکن. آتیزول تعظیم کرد و گفت همان و صدق شاهم. محبت خان با نگاه های آتشین توده اسیران را از نظر گذراند و گفت در مملکت یک شاه می شود. من دیگر یگان پیرتان را به کفش کونه هم نمی گیرم. این فرخشاه کیست که کیست منم می گوید؟ حالا شما پلیدان خدا به خبر به خاطر شادمانی روح این جنازه پیر خودتان را گمراه می خونید. 10 بار تکرار کنید که پیر ما گمراه است. از این سخن هم آقسخالان و هم اسیران به جنبش آمدند. کسی آواز نبرآورد. شاه بانگ زد یا سنبک منبک شده. اسیران همانا خاموش می ایستادند. شاه از غضب تازیانه بر زمین کوفت و فریاد کشید بگویید. باز صدای نبرآمد. چون دید که شاه اختیارش را از دست می دهد دیوانبگی قاضی گفت شاهم از این مردم چون این سخن بر نمی خیزد. التماس اصرار نکن. شاه دیوانبگی را لشنام داد و گفت میگویند چنان قمچین کوبشان کنم که زبانشان بلبل شود. آقسخال اسحاق به میان درآمد. شاه هم به گپ دیوانبگی گوش بده. از بین آقسخالان هم صداها به گوش رسیدند. شاه هم به پیر کار نگیر. هیچ کس به حقارت دادن پیرش جرأت نمی کند. شاه هم این کار واجب نیست. محبت خان دید که این امرش اجرا نشدنی است و حتی مقربانش اعتراض کردند. سرش را تکان داد و با صدای دو پوسته المناک گفت من این سرکشی را به هیچ کدامتان نمی بخشم. لیکن حالا وقتی با این منحوسا مشغول شدن نیست. اسحاق فردا کسی از اینها را دیدم سرت را خودم از تنت جدا می کنم. شاه به سوی دروازه شتافت. مقربانش دنبال او را گرفتند. اسیران، مرده و نوکران در میدان ماندند. یک سو شهید، یک سو سور. رسم چنین بود که در جنازه نوکران شهید گشته رهدور سپهسالار اشتراک میکرد. برای آنها در زیر پشتکوه دیهه بهشار رجیستان قبرستان علاهیده جدا کردند. در این قبرستان چندین قرن شهیدان قوم و قبیله های گوناگون دفن شدند که برای حمایه شاهان برپنجه و دولت شغنان قربان گشتند.
در این مزار بخارایی، دروازی، قراتگینی، فرخاری، قندوزی، یارکندی، چتراری، بدخشی، وخانی، خطایی و کی میداند باز که ها پهلوی هم عصرها به خواب ابدی رفتند. اینا شهید نوبتی بین میدان سرای سنگ زیر شوله های تند و تیز آفتاب تابستان خوابیده است. او کفن ندارد و کسی هم از درباریان در فکر تکفینش نیست. حتی دلیاب نمی شوند که بالایش پرچه پرتایند. چکمن سربازیش جسد او را پناه نموده است. اسیران بعضی از کنجکاوی، بعضی از روی شفقت اطرافش را پر کردند. همیراخانش به این حرکت بندیان مانع نگشتند. مردان با چهره های گرفته به جسد نوکر نگاه می کردند. زنان می گریستند. نوکران هم در چشم آب داشتند. آقسخال اسحاق روی خط و نرخ اسیران را از دیوانبگی گرفته به کاغذ کوچاند و به میدان برگشت و خطاب کرد. نوکران، مرده را برید. صاحب، مگر سپهسالار به جنازه نمی آید؟ پرسید پنجه. چیزی نگفت. جواب داد اسحاق. شاید فرصت ندارد. همه در تردد سورند. پنجه به علامت تأسف سر جنباند و گفت هرچی هم باشد این جوان عسکر شاه بود. سگ بر این پرتافتند و رفتند. آقسخال اسحاق رو ترش کرد. زودتر براریدش که همین روز به خاک رود. آخر اول قبر کندن لازم، بعد جنازه اش را باید خواند. صاحب، نخود همین قدر نداشته باشیم. اصرار ورزید پنجه. داد محمد تیمی به آقسخال رو آورد. پنجه راست میگوید. بنده مومن باید جنازه شود. صاحب، اگر اجازت باشد تکفینش را من تشکیل کنم، لیکن برای کفن سان یافتن در کار. این مرد شهید است. شهید را در لباس تنش میگرانند. اعتراض کرد آقسخال. حتی نمیشویند. اندوال، گفت داد محمد. شهید را آن وقت نمیشویند که اندامش پاره شده باشد. بدن این جوان زخمی ندارد، وگرنه حالا لباسش گلگون می بود. پسرم، به گپ همراه شد یک زن سال خورده. گپی داد محمد درست است. اینها در ملک ما غریبند. گور و کفن آدم غریب ثواب است. بندیان دیگر نیز این سخن را تصدیق کردند. مردی که از جانب شاه خوک عنوان گرفته بود گپ زن را تقویت داد. آقسخال، غریبی کوی سخت است گفتند. اینها هر که هم باشند در وطن ما غریبند. فردا تقدیرشان به سر ما افتادنی است. مصلحت این که خودت کفنی پیدا کن، ما مرده را شسته به راه آخرت آماده میکنیم. این گپ هم به اسیران هم به نوکران معقول افتاد. پنجه خرسندانه آواز برآورد. قلوق بسیار برادرا، این قدر مردم خوبید شما. در چشمانش اشک حلقه زد. لیکن در بین ما جنازه خوان نیست. جنازهش را من میخوانم صاحب، گفت داد محمد، اگر همراهانت راضی باشند. البته راضی‌اند. چه جای گفتگوست. نه فقط راضی بلکه منت داریم، گفت پنجه. آقسخال اسحاق نوکری را به خانه فرستاد تا سام بیارد. جسد را به لب آب فراوردند. پلچکی هم درست کردند و اسیر در دیگچه سفالین آب آورده روی آن گذاشت. آب گرم شد و داد محمد و 5 نفر دیگر مرده را در بالای سوفسنگ شستند. این اسنا سان را نیز رساندند. جسد را تکفین کرده روی نردبان گذاشتند و باز به جای پیشترش آوردند. از قلعه صدای دایره و غژک و سرودخوانی به گوش می رسید. سور اوج داشت. محبت خان ازدواج با مادرندر خود را تنتنه می کرد. داد محمد نماز جنازه گفته 3 بار فریاد کشید و نوکران و اسیران همگی در پشت او صف آراستند. پیش از برداشتن تابوت دهه با تشویش از اسحاق پرسید: آقسخال صاحب، آیا شورشگران راه ما را نمی گیرند؟ نه، از آنان چنان پستی نمی براید. نوکران با دل پر براه افتادند. زنان به نوحه و لابه نوکری را که می توانست هر یکی از آنها را در خانه اشان دست بسته اسیر و غریب گرداند به راه آخرت گسیل کردند. از سرای سنگ آواز سرودخوانی به فلک پیچید: آی لیلکم لیلای، آی لیلکم لیلای. روز تابستان به آخر می رسید. اسحاق اجازه داد که اسیران زیر سایه درختان لب دریا جای گیرند و خود با چند نوکر به خانه اش رفت. رهبره با حزن و اندوه فکر می کرد که فردا باید چشم روز نکفیده بخشار عزیز خود را ترک سازد. او بارها به هر جانب سفر کرده بلای مسافرت دیده بود، ولی یگان مراتبه
پیش از سفر این گونه نومیدی به دلش راه نیافته است. احساس مغشوش فراق دلش را فشار داده جانش را می سوزاند. چهره های خسته و به فریادرس اسیران بیگناه در پیش چشمش جلوگر می شدند. بعضی اشان خویشاوند نزدیک او بودند. داد محمد تیمی پسر خاله اش، سنگین بخت سوچانی جیان یزنه اش، شاقباد ساخچروی خدای برادرش، شاه پولاد خاروغی پسر عمه‌اش، شاه ظهور در مارختی دادر عروس تقایش، دیگران نیز به هر وسیله یا به اولاد او یا به اولاد زنش نسبتی داشتند. کوهستان جای تنگ است و مردم با هزار رشته به هم پیچیده. اسحاق نمیدانست برای خویشاوندانش چه طور نگاه کند. خود را خیانتکار حساب میکرد. اگر اسیران را مانده گریزد، خانواده‌اش در بلای عظیم میماند. اگر امر شاه را اجرا کند، دیگر روی برگشتن به شغنان ندارد. آشوب پهلوان جهانگیر و خورشیدشاه را در یک گوشه دل طرفداری کند هم به نتیجه دلخواه آن باور نداشت. محبت خان از درواز قندوز نوکر و افسر آورده بود و اگر لازم آید تا 10,000 سرباز را نیز برای پخش هر گونه شورش دعوت کرده می توانست. یگانه علاج به بدخشان بردن اسیران بود. در خانه حلیماف پخته علاوش را پس کرده بودند. آقسخال به اسیران خوراک فرستاد و خود نیز با زن و فرزندانش سر دستارخوان نشست. اضطراب اسحاق را زنش نیز حس کرد، ولی برای آنکه بچه ها ناراحت نشوند دلش نکشد هم خوراک را تا آخر خورد. نگاه های پرحسرت زن و شوهر به هم برخورده همانا به جانب گریزان می شدند. حس می کردند که این سرجمعی آخرین آنهاست. شرافت گفت به زنش اسحاق پس از دعای دستارخوان: من صباح مردان به راه می برایم. سفرم شاید درازتر کشد، اما دیرتر ماندم. داوود را با دختر ولایتشاه کت خدا کن، برایت سرابان می شود. داوود یگانه پسر خاندان که 15 را نو پر کرده بود اعتراض کرد: تاتیک، من حال و زن گرفتن نمی خواهم. خواهرانش گلدراز خندیدند: نه نگو بچم، وقت خاندار شدنت رسیده است. من هم در همین سن تو مادرت را گرفتم. تو و دختر ولایتشاه همشبه، ما عهد کرده ایم که خدا می شویم. گپ همین. حالا برخیز، من و تو به خانه جهانگیر می رویم. بابا جهانگیر در غمخانه بود، شاید به آنجا رویم. باز بهتر، گفت پدر. یک باره هم فاتحه می خوانیم و هم او را می بینیم. ساق به گپ همراه شد زن اسحاق. مردم خیلی خشمگین ناراضی است. رفت و یگان ناخوشی روی دهد. به هر حال رفتن در کار. از مرگ مهلت نمی خواهند. پدر و پسر سوار شده رفتند. برابر از نظر غایب شدن آنها شرافت بیگم دامن گریه چند روز باز در دل گره خورده‌اش را سر داد. او در پایگاه ایوان به زانو افتاده بدون آنکه آواز بلند کند حقاس زنان گریست و گریست. جنازه دوست و دشمن. جنازه سیرادن بود. گرد و اطراف قبرستان دیهه از آدم پر شد. از داکخانه سر کرده تا شیدوود، خیش و تبار و آشنا و بیگانه در این روز سخت در پهلوی بخشاریان بودن می‌خواستند. دیهه نبود که پنجه خونین شاه شغنان در آن خاطری را نآزرده باشد. این بدبختی آدمان را متحد کرده بود. هم محمد ضیا و هم مذهبشاه را جهانگیر خود به خاک سپرد. هرچند برادران مذهبشاه می‌خواستند این کار را خودشان انجام دهند، جهانگیر گفت: رسم این است که جنگاور را جنگاور به خاک می‌سپارد. خویشاوندان مذهبشاه گپ پهلوان سالمند را به زمین نگذاشتند. آنها به او یاری کردند و پهلوان با چالاکی به سنش نامناسب کار را انجام داد. وقتی تنبسنگ را به ایوان گورها می نهادند، جهانگیر گفت: روی هر دو هم جانب قبله تاب خورد. انسان‌های بهشتی اند این پدر و پسر. پشته قبرها را برداشتند. خلیفه به آنها یک پیاله آب پاشیده دعا خواند و چینه ها را به سر گورها شکست. همه نشستند و خلیفه و ملا خشال به خواندن یاسین و تبارک شروع نمودند.
ملا خشال می‌خواند و اشک رخساره‌هایش را تر کرده به زانوهایش می‌ریخت. آوازش هم می‌لرزید. مردم اشک خود را داشته نمی‌توانست. بعضی‌ها پیشانی بر سنگ نهاده می‌گریستند. وقتی خلیفه دعا را به آخر می‌آورد، گروه نوکران با تابوت غیاث الدین به پشت کوه رجیستنگ برآمد. این درنده ها را نیست کردن در کار. خطاب کرد مرد از پایین تپه. وحشیان را سنگسار کنید. آواز غضب‌آلود مرد دیگر این دعوت را قوت بخشید. جهانگیر چون دید که اگر یک کس دیگر آواز بلند کند، خلق یک باره به سر نوکران می ریزد، بالای سنگ برآمد و فریاد کشید: های مردم الا حول! آواز غفص و مرغوله‌دار پهلوان همه را به جانب او متوجه ساخت و دست برداشته دوام داد: این نوکر از دست من کشته شد، اما جوانمردی و انصاف را نباید از دست داد. ما پیروان امیرالمومنین علیم، تا به ما غرض نگیرند ما غرض نمیگیریم. خاک قبرستان نوکران اسپیچ است، آنها تا شب هم گور را کنده نمیتوانند. کسی به آنها مدد رساند ثواب بزرگ مییابد. سخن پهلوان به بعضی ها نفارد هم کسی چیزی نگفت. کی بودن جهانگیر را همه میدانستند. همین یک نعره حیدریش بس بود که خلق خود را صاحب حامی و فریادرس حس کند. 20-25 نفر از ازدحام جدا شده به یاری نوکران شتافتند. جهانگیر قطار مردم به غمخانه آمد و به عزای مذهبشاه و پسرش نشست. در غمخانه سخن مردم همگی از بیداد شاه بود و ویرانی ملک. آدمان با تشویش می گفتند که محبت خان بیش از 100 نفر آدم بیگناه را فردا صبح برای فروختن به بدخشان فرستاده است. این کار را به اقصخال بخشار اسحاق فرمودند. فاتحه خوانان می آمدند و می رفتند. هر کس خبری تازه می آورد. خلیفه و جهانگیر در برنیخ نشسته بودند، گپ مردم را می شنیدند و حرفی نمی زدند. وقتی کسی گفت که در دهه وج خورشیدشاه مردان را مسلح نموده راه نوکران را گرفتند، خلیفه حیران ماند. پهلوان بوی جنگ می آید، گفت او با تشویش به گوش جهانگیر. جهانگیر نیز گوشکی کرد. وقتش رسید. خلیفه کیت در هم کشید و خاموش ماند. تاریکی دامن گسترد. پای تعزیه‌گران کنده شد. خلیفه دعا خواند و دلیلک در گیران. این دم آقسخال اسحاق با پسرش به خانه وارد شد. آنها دست خلیفه و جهانگیر را بوسیده دو زانو نشستند. خلیفه آیت خواند. اسحاق تکبیر گفت. سپس آقسخال به سخن آمد: پهلوان، من برای مصلحت به نزدت آمدم. حالی که من دارم سگ ندارد. فردا صبح با اسیران عازم بدخشان میشم. التماس سد راه نشو، از آن که این بیچارگان در اینجا گرفتار تحقیر و کشماکش شوند در فیض‌آباد باشند بهتر. یوسف علی خان در آنجاست. شاید علی‌رغم امر برادرش اسیران را آزاد کند و جان من هم به همین بهانه خلاص شود. اگر نکرد باز هم در آنجا آزادتر نفس میکشند تا در بندیخانه قلعه. کی میداند شاه با آنها چی میکند؟ راستی خدا، من آنقدر که به محبت خان اعتماد ندارم، از آن بیشتر از یوسف علی خان ذره آدمیت امیدوار نیستم، گفت جهانگیر. روباه و دمش یک چیزند، لیکن به فکرت راضیم. کاری کن که اسیران بیگناه آزاد شوند. زن و بچه هایت را من حمایه میکنم. نمیدونم مقاومت با شاه به چه می انجامد، لیکن احتیاط. کسی با مادر خواند خود زنا کند با مردم چه ها کند، گفت در انجام صحبت آقسخال و برخاست. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 16 برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.